هلو بچه‌ها، یه بسته برام اومده، بیاین تا با هم بازش کنیم. این بسته رو من خیلی براش ذوق دارم، چون اصلا یهویی شد سفارشایی که دادم و از یه پیج خیلی خفن ذوق دادم که این زیر تگش میکنم. چقدر آیتم گرفتم تا باورتون نشه، اما همه اینا زیر 1,500,000 شده. حالا ببینید چیا گرفتم. یه دونه از این درمارولا گرفتم که 10,000 تا سوزن داره و برای رفع لک و پی و برای رویش مجدد مو خیلی کاربردیه. من اینجای موام همونطور که می‌بینین خیلی خالی شده، حالا بافت زدم مشخص نیست، اما اینجا هم خیلی خالی شده و من اینو گرفتم که درست بشه. با اینکه 10,000 تا سوزنه اما زیاد تیز نیست و خیلی اوکیه. بعد اینو محصولات مراقبتی که بزنین، اینو بکشین به پوستتون، به صورتتون، به سرتون، اون بیشتر جذب میشه. اینو هر جا پیدا کنین شاید بالای 500 تومن بهتون بدن، اما تو زی کالکشن پایین 500 تومن شما میتونین اینو بگیرین. بچه یه چیزی در مورد این درمارول بهتون بگم، این سایزهای متفاوت داره و مال من نیمشه که همه جا میتونی استفاده کنی. 0.2 میلیمتر داره تا 3 میلیمتر، دیگه بسته به سایز و اندازه‌ای که میخواین استفاده کنین، جایی که میخواین استفاده کنین براتون چیز کنه، اما این نیمه بهتره نشه چون همه جات میتونی استفاده کنی اینو. دیدیم ژل ابرو از اینا که خیلی ترند شده. با اون افکت داشتم میگرفتم، دیدم خیلی افکت دیگه با این گرفتم. ببین اینجا رو نمیدونم مشخصه یا نه، مثل یه براش سیلیکونیه و خیلی ریزه و خیلی گوگولیه. وای ننه نگاش کن، برای منی که بلد نیستم ژل ابرو بزنم خیلی خوبه. ماسک ویتامین سیه، ماسک ماچاه و این ماسک شیره. یه لیپ گلاس خیلی خفن. من دنبال چیزای برقی چون عاشق چیزای برقی ام، پس یه لیپ گلاس خیلی خوب گرفتم. بوش خیلی خوبه. سرم تقویت رویش مو و ضد ریزش مو از لامبرنا. یعنی این همه چیزو فقط به خاطر این من سفارش دادم. اینو نکن، این الان یه چیزه، حالا اینو نگاه کن، قشنگ همونه، مشخص نیست، باید بزنم رو دستم ببینیم. خدا وکیلی نگاه کن برقو ببین، خیلی خفنه. از این کالکشن که دارین سفارش میدین اینم بذارین رو سفارشتون. من این همه سفارش فقط برای این دادم. این محصولات از زی کالکشن خریداری شده، واقعا تایم ارسالشون هم خیلی اوکی، یعنی اینجوری نیست که 2 هفته بمونین، یه هفته بعد، 3 روز بعد، 4 روز بعد اگه نخوره تو تعطیلی‌ها براتون ارسال شده. زیر پست تگشون میکنم تا 5 صبح و من براتون آنباکسینگ کردم بعد تولدم البته. بای.